تازه‌های تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما میکنیم. من شعله گلخوجه 15 دقیقه با شما از آن خواهم بود. امروز 29 نوامبر این موضوع ها را داریم. تا 60 درهم گران شد. تاکسیران‌ها میگویند بالوروی قیمت گاز مایع درآمد از حساب کارشان را کم کرده است. بالوروی باشد یک بار 3.30 یک بار 3.70. باز یک مهاجر قربان گشت. در منطقه لوبرتی کنار مسکو یک جوان تاجیک را کشته و آتش زدند. تفتیشات ادامه دارد. هم آزار جنسی دید و هم بدنام گشت و یا چرا اداره‌های تفتیشاتی و مقامات ملی آزار و اذیت جنسی را جدی نمیگیرند؟ من حقیقت جستجو کردم که امروز فرزندی مرا کرد پگاه فرزند یا آدم دیگر میده. اما شروع میکنیم از خبر دیگر. امامعلی رحمان شوکت میرزیویف را به تاجیکستان دعوت نمود. دیدار پرزیدنت های تاجیکستان و ازبکستان دیروز در تاشکند صورت گرفت. گفتگوی رهبران کشورها در حوزه ملاقات دوم مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی برگزار شد. امروز در پایتخت ازبکستان رهبران دولت‌های آسیای مرکزی مسئله گسترش همکاری‌ها و تامین امنیت منطقوی را به بحث کشیدند. کیومرث سیاتو با جزئیات بیشتر. رهبران تاجیکستان و ازبکستان دورنمای همکاری‌های دو کشور در بخش‌های اقتصاد و نقلیات، فرهنگ و معارف را بررسی کردند. ملاقات امامعلی رحمان و شوکت میرزیویف شب گذشته در حاشیه ملاقات دوم مشورتی سران دولت‌های آسیای میانه در شهر تاشکند برگزار شد. امامعلی رحمان روز 28 نوامبر از بیشکک به تاشکند رفت. دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید جانب‌ها به افزایش حجم گردش مال بین دو کشور تاکید کردند. به گفته منبع طرف‌ها برای رشد اقتصاد عملی شدن طرح‌های مشترک را مهم دانستند. آقای رحمان همچنین پرزیدنت ازبکستان را به تاجیکستان دعوت کرده است. طبق اخبار رسمی شوکت میرزیویف این دعوت را پذیرفته است. رئیس جمهوری تاجیکستان امروز در ملاقات دوم مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در پایتخت ازبکستان اشتراک می‌کند. در نشست همکاری‌های منطقه‌ای در بخش سیاست و تجارت و نقلیات و فرهنگ بررسی می‌شود. نشست اول رهبران کشورهای آسیای مرکزی ماه مارس سال گذشته در شهر نورسلطان قزاقستان برگزار شده بود. کیومرث سیاتو گزارش میداد. ضمناً نشست نوبتی سران آسیای مرکزی احتمال بود دو چیز در یاد ماند. اول اینکه در کرسی رهبر قزاقستان نه پرزیدنت فعلی کشور بلکه البوسی یا خود رئیس جمهوری اول قزاقستان نورسلطان نظربایف نشسته بود و ثانیاً پرزیدنت ترکمنستان قربانگلی بردیمحمدوف که زیاد به خارج سفر نمیکند در نشست تاشکند حضور داشت. بر علاوه او عنوان اکادمیک فخری اکادمی علم‌های ازبکستان را دریافت نمود. امروز در سراسر عالم چون جمعه 30 معروف است. یعنی سر از امروز شبکه‌های تجارتی نرخ مال و کالای خود را ارزان میکنند تا در عرفه عید میلادی مسیح و سال نو مردم به خرید مال تشویق شوند. فروشگاه میسی نیویورک امسال هیله نو برآورده جمعه 30 را دیروز در روز پنجشنبه همزمان با جشن روز شکرانه آغاز کرد. اما برای راننده‌های تاجیک این هفته نه به خاطر تخفیف بلکه از بالا رفتن نرخ گاز مایع سیاه شد. سروینوز روح‌الله به چند نقطه فروش مواد سوخت دوشنبه رفت. او میگوید حالا از 1 متر مکعب گاز مایع 3.70 و یا 80 درهم طلب میکنند که تقریبا 16% بیشتر میباشد. баҳрулло ронандаи такси аст ва то як ҳафтаи пеш рӯзона барои мошинаш ба маблағи 60 сомонӣ сӯзишворӣ мехарид. ҳоло ин маблағ кофӣ нест ва ӯ барои ин 100 сомонӣ харҷ мекунад. мегӯяд болоравии қимати гази моеъ даромад аз ҳисоби корашро кам кардааст. шумо ҳам худтон фикр кунед ки мисол 60 сомон гуҷо меставу 100 сомон гуҷо места. масалан охи дига мо муштариро гуфта наметонем ки газ қиматш дагия мо қиматтар мегирем. болоравии нархи гази моеъ таи як ҳафтаи охир дар тоҷикистон аксар ронандаҳоро нигарон кардааст. қимати ин нави сӯзишворӣ ба камияш 60 дирам боло рафтааст. дар ҳоли ҳозир нархи 1 литр гази моеъ то 3.70 дирам ва дар баъзе аз нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ аз он бештар қимат дорад. дар чанде аз нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ дар душанбе ки мо ба он муроҷиат кардем ҳозир нашуданд дар рӯбарӯи навор ба мо шарҳ диҳанд ки сабаби боло рафтани нархи газ дар чи аст. гуфта мешавад дар як соли 2018 380 000 тонна гази моеъ ворид шудааст ки 280 000 тоннаи он ба кишвари қазоқистон марбут аст.
طبق حساب‌ها حدود 60% ماشین‌های سبکرو در تاجیکستان از گاز مایع استفاده می‌کنند. تأثیر بالوروی نرخ الکی در کار مسافربرهای شخصی و جمعیتی اثر گذاشته است. اکثر راننده‌های ماشین‌هایی که با استفاده از گاز مایع حرکت می‌کنند می‌گویند مجبورند کار کنند. یک باره 3.30 یک باره 3.70. در گذشته بلند شدن نرخ سوزشواری با بلند شدن نرخ راهگیرها و همین طور محصولات بازار تاثیر گذاشته بود. مسئولین خدمات ضد انحصاری گفتند از بالا رفتن قیمت گاز مایع در کشور آگاهند و حالا عامل‌های تاثیررسان به آن را مشخص می‌کنند. اما کارشناسان می‌گویند نبود رقابت در بازار سوزشواری یکی از سبب‌های بالاروی نرخ گاز مایع و نوع‌های دیگری سوزشواری در تاجیکستان است. سروینوزی روح‌الله، امرالدین علیموف، آزادی، دوشنبه. باز یک تابوت مهاجری توجیک بیشتر شد. در منطقه لوبرتی کنار مسکو یک جوان توجیک را کشته آتش زدند. کمیته تفتیشات ولایت مسکو روسیه در رابطه با کشتار شهروند تاجیکستان پرونده باز کرده است. جسد مرد 31 ساله شام 26 نوامبر در جنگلزار منطقه لوبرتی پیدا گردید. نزدیکانش که برای شناسایی جسد جلب شدند تصدیق کردند که این جوان روسلان بابوشیروف یک ساکن نویه لیوکند است. او شام 24 نوامبر بعد انجام کارش در دکان موزه‌دوزی متروی کاخوفسکایا در مسکو ناپدید شد. مقامات نمایندگی وزارت مهاجرت تاجیکستان در مسکو گفتند بر اساس ارزیابی‌های پیشکی مرد را اول کشته و بعداً جسدش را آتش زدند. مقامات روس به خویشاوندان اجازه دادند که جسد را به تاجیکستان برای خاکسپاری ببرند. از بابوشیروف در تاجیکستان یک فرزند باقی مانده است. بینندگان عزیز، اگر شما نیز شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید، از راه آسان و بخطر با رقم تلگرام و واتساپ ما 420 724 05 66 81 و یا 420 724 05 39 59 بفرستید. پیشنهاد عکس و نوارهای جالب، پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست. کمک شما کار ما را آسان‌تر می‌کند. با رقم وایبر رادیو آزادی 420 725 60 22 13 نوار، عکس و خبرهای خود را ارسال نمایید. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. آزار جنسی میدان‌باشی نیست و باید جزای جنایی داشته باشد. با چنین خلاصه مقامات تاجیک ضمن یک نشست رسیدند. در اصل موضوع آزار جنسی در جامعه تاجیکستان خیلی بحث برانگیز است. قانون‌های کشور آزار جنسی را به طور روشن تشخیص نکرده و قربانی‌ها نیز در حالت‌های زیاد از آشکار نمودن این جنایت خودداری می‌کنند. در نتیجه جنایتکار با جزای مأموری خلاص می‌شود. مقامات تاجیک تلاش دارند قربانیان آزار جنسی بدون بدنامی و تنبیه به پلیس مراجعت کنند و باور داشته باشند که شکایت آنها عادلانه بررسی می شود. این موضوع در یک همایش با حضور مقامات دادستانی، دادگاه عالی، کمیته زنان عائله و سازمان‌های دفاع از حق زنان مطرح شد. و همزمان نیز مسئله‌های داخلدار وابسته به مسئله مذکور شاید که به پارلمان پیشنهاد کرده شوند برای بررسی. شرکت‌داران این نشست گفتند آزار و اذیت جنسی در تاجیکستان ظهوراتی نو نیست، ولی قربانیان این عمل سالهای اخیر زیادتر شدند. مقامات میگویند آنها اکثراً به خاطر ترس از آزار و اذیت و واکنش نامناسب از طرف جامعه و اداره‌های دادگاهی شکایت نمی‌کنند که این حالت گناهکاران را در اصل از جزا آزاد می‌کند. این زن میگوید دختر 18 ساله او آزار و اذیت جنسی و روانی شوهرش را 4 ماه طاقت می‌کرد. ولی بعداً این همه را تاب نآورد و ترک خانه او کرد. مثلا با بالای گپ خوب نمیزد خشتمانش. چند بار گفته است که تو به صاحبی قدالت کوبون میکنه از خانه نمیبری برای. حالا او به این خلاصه رسیده است که پلیس و اداره‌های تفتیشاتی هنوز هم آزار و اذیت جنسی و لفظی مردان را جدی نمیگیرند و آن را یک مسائل داغ خانوادگی میدانند. گپ‌های به حد به چیز در حق دختر ما که مادر شان شرف را پس میکنه گفت سری سودا همه چیز میبره وقتی که سر داد گفت رفت گفت آبرو تا مادر خیلی پس میگه من حقیقت جستجو کردم که امروز فرزند مرا کرد پگاه فرزند یا آدم دیگر میگه. هرچند قانون‌های تاجیکستان تجاوز به ناموس و یا عمل‌های شهوانی را جنایت می‌حسابد، اما هیچ مقرراتی در قوانین کشور در مورد خشونت جنسی از جمله از طرف همسر وجود ندارد. در این حالت به زنان مشورت داده می‌شود که از ثبت اتهامشان به دادگاه دست کشند.
مسئولین هم تاکید میکنند که شماره خیلی کمی حادثه‌های آزار یا تجاوز جنسی ثبت شدند، زیرا قربانیان از تحقیر اجتماعی ترس دارند. دوره 6 ماه سال 2019 همگی 42 جنایت به مقابل آزادی جنسی و دخل ناپذیری جنسی از جانب سطوح جمهوری بررسی گردیده است. از این 42 عدد تنها 3 عدد این با ماده 140 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان می باشد و این حالت باز یک تصدیق آن است که جبردیده ها با مقامات حفظ حقوق برای حمایت حقوق و منفعت های خود در اکثر حال مراجعت نمی نمایند. تلاش مقامات این است که مفهوم آزار جنسی در قانونگذاری تاجیکستان مشخص شده برای گناهکاران این جنایت جزا دقیق تر شود. استاد در خانه که کار میکند، یک مرد کار میکند، آمده از خفا زنی همون صاحب خانه رو با آغوش گرفت. از نبودن یعنی ساکنان خانه استفاده بردن با آغوش گرفت، اما وای مقابلت نشان داد و دیگر و حرکتش رو ادامه نداد و در نتیجه وای در شعبه کارهای داخلی قرار گرفت. انا امروز کازوس چطور باید حل کنیم؟ جواب یگان خیلی جوابگری پیش بینی نشده است. چون که در اینجا نه آبوشی است، نه مایده آبوشی است. اینجا چی است؟ اینجا همان آزار شهوانی است، همان سکسوال دماغت است که امروز قانونگذاری جنایتی تنظیم نمی‌کند. امور رسمی افرادی که به آزار جنسی روبرو شدند دقیق نیست. مسئولین کمیته کاربازان وایل تصمیم دارند این رقم را در پی یک نظرپرسی پنهانی سرتاسری دقیق کنند. سروینوزی روحلو، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه. برنامه را ادامه میدیم. انسانیت بعضاً به زنده ها احترام قائل نیست، ولی تجربه نشون میدهد که در بعضی حالت ها مردم به مرده ها نیز ارجی نمیگذارند. عصرهای گذشته به ویژه وقتی یک باره مردم زیادی به هلاکت میرسید، امکانی سری وقت و طبق عنعنه های فرهنگی و دینی به خاک سپاریدن آنها نبود. جسدها را در یک مکان جمع آورده و رویشان خاک میپرداختند. خب ما بارها قصه های از کوسه‌خانه های سر کلمانوره ساختن مغول ها را شنیده ایم. همین گونه یک عبادتگاه عبارت از استخوان انسان در شهر سدلیتسی کناری شهر کتنهوره جمهوری چخ موجود است که یک جای محبوب سیاحان خارجی محسوب می‌یابد و آنجا سلفی هم می‌گیرند. اما قرار است در سال نو عبادتگاه را تعمیر نموده و عکس و نواربرداری در آنجا را منع کنند. اسکندر خوجه میرزاده تفصیلات می‌دهد. عبادتگاه شهرک سدلیتسی چخیا سالهای طولانی مکان زیارت و نوار و عکس برداری سیاحان است. ولی سر از 1 ینور سال 2020 گرفتن سلفی در کلمانوره های عبارت از استخوان و کاسه‌خانه سر فوتیدگان منع می شود. شورای محلی تصمیم گرفته است عبادتگاه را ترمیم نموده ارزش روحانی آن را برقرار کند. از 1 ینور سال 2020 ما عکس برداری در مکان جمع استخوان‌ها و عبادتگاه کناری آن را منع می‌کنیم. ما می‌خواهیم مقام روحانی این جای را برقرار کنیم تا کسی با گرفتن سلفی دیگران را ناراحت نکند. این عبادتگاه در عصر 15 بنیاد شده مکان آخرتی هزارها نفر بوده است. استخوان و کاسه‌خانه‌های سر هم طول 100 ساله ها جمع شده‌اند که اکثراً از قربانی بیماری‌های سرایتی و جنگ ها می باشند. در جریان تعمیر عبادتگاه، حفریات‌شناسان باز یک درآمدگاه پنهانی را تشخیص نمودند که در داخل آن کمش 2 قبر دسته جمعی جای داده شده است. و از سوی نیروهای امنیتی عراق 45 اعتراضگر کشته شد. این حادثه بعد آن رخ داد که اعتراضگران شام پنجشنبه به ساختمان کنسولگری ایران حمله کرده آن را تاج زدند. این حادثه نقطه اوج اعتراضها بر ضد حکومت روبه ایران عراق می باشد. بعد شروع اعتراضهای در آغاز ماه اکتبر، روز پنجشنبه یک روز پرخشونت و خونین در تمام این 2 ماه اخیر بوده است. بینندگان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تا نشر صحبت و برنامه‌های نو در هفته آینده شما میتوانید از وبسایت رادیو آزادی با خبر و تازه‌ی تاجیکستان آشنا شوید. کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو است. نوار و گزارش‌های جالب در آنجا گذاشته میشوند و من برای شما در 2 روز آینده استراحت با فراغت میخواهم. تا ملاقات نوبتی، خدا نگهدار.